جزیره آشوراده تنها جزیره ایرانی دریای کاسپین با وسعتی حدود 800 هکتار در نزدیکی بندر ترکمن قرار دارد. این جزیره در دوره قاجار به نقطه بسیار استراتژیک تبدیل شد. پس از عهدنامه ترکمانچای در سال 1828 که نفوذ ایران در شمال دریای کاسپین کاهش یافت، روس‌ها برای کنترل مسیرهای دریایی و مقابله با ترکمن‌های یموت از سال 1837 به آشوراده وارد شدند. آنها نیروی دریایی خود را مستقر کردند و قلعه نظامی ساختند که به قلعه روس‌ها مشهور شد. این قلعه با طرحی مثلثی ساخته شده بود و در هر گوشه آن یک برج دیدبانی قرار داشت. درون قلعه اتاق‌هایی برای سربازان، انبارهای تدارکاتی، یک آب انبار و حتی کلیسای کوچک روس‌ها وجود داشت. حدود 80 سال این دژ پایگاه اصلی روس‌ها در جنوب دریای کاسپین بود و اعتراضهای دولت قاجار را برانگیخت. سرانجام پس از قرارداد 1921 میان ایران و شوروی، روس‌ها جزیره را ترک کردند. امروز تنها دیوارهای فرو ریخته و برج‌های خاموش از آن باقی مانده. اما هر آجر این ویرانه داستانی ناگفته از رقابت، سیاست و تاریخ پرتنش ایران و روسیه را در دل خود پنهان کرد. اگر دوست دارید رازهای بیشتری از تاریخ فراموش شده ایران بشناسید، کانال رو سابسکرایب کنید.